اینا هستن آقای پارسا، آقای قلیزاده. این ماشین هم که معرف حضور همه هست. زغالش ریخت. واقعا برای متاسفم. برو بیا بذار تو آب خیلی روشن شده. افتاد. آقای قلیزاده هستن، بساط قلیون، معتاد، مفنگی، دود. اینا میبینی افراد دودی هن، عامل ننگ جامعه. نگاه دو تا یکی دیگه نگاه، دو تا معتاد. من آمادم. معتاده کیه؟ معتاده کیه؟ کل بذار مگه تو ماشین عربه نداری؟ بذار نمیدونم بذار عرض شده دوزیش مهمه. این خوراک فیسبوکه. ای کاش از اون تیکه دیوونه بازیش با زغالا فیلم میگرفتیم و دیر اومد. نهیدی چی کار کردم آخه. این اخوه خود صورتم. چطوری چه خونی مهدی جان؟ نگاه کن ورزشکارا رو نگاه کن. مهدی جان الان شما چی کار میکنی؟ من دارم کباب جوجه زمان چقدر زحمت میکشی؟ چقدر این پسر زحمت کشی؟ میخواد برای تمام جوجه ها اینجوری زغالاش آماده کنی. دقیق آماده. بچه ها پا نمیشن دیگه. سعید آقا الان 6 ماه من کمش پام نیست. ای بابا این گیر میدن به من. آقا در جریانه. منظورش یه گشاده. نگه بچه ها قرار دارم فیسبوک همه رو میدارن. خودم ببینم فقط یک کیلو یک نصف کیلو مثلا خیلی بده. من چیه کیری پای تو؟ پسر به این خوبی خوشگلی. اون که همه بیشتر کیلو نیست. من میگم بچه ها جنبه ندارم. کی جنبه نداره مثلا؟ سعید قلیزاده. سعید قلیزاده جنبه هست؟ بلد نیستم. خدا بلد نیستم. خدا بلد نیست. حامد برو عقب میخوایی سر عده. اینا کجای مرغه؟ پاچینه. دوباره حرکت بیا. وای حنا برو کنار حامد، برو نزدیک حامد، حامد برقصون. این آقا هم وضو میگیره.
توی جمع یکی وضو میگیره میخواد نماز بخونه، یکی این فریبا گوش میکنه. به جان خودم هم یه دانه روشن ماشین بازه بچه این رقم دوستان آقایون شما خجالت نمیگیش اینقدر دود؟ نه آقا من حاضرم همه فیلم منو بذاری فیسبوک با خیلی اون هر کاری کردم فیلم اینم باید بذاری همه رو بذاره انصافا اصلا یک هیچ وقت هم چی کار نمیکنم. ملکی بذارم؟ با میگم منم بذاره دیگه. آقا شما بخمی گوشش باز گوشه چی بازه؟ تو آبرو نداری. ببخشید این نمیشه در دست داشت. باتری لو باتری هم داره میده. اینو انصافا این کات کنم این کارو بذار. میتی یه بار دیگه، میتی یه بار دیگه. میتی بعدی هم I love you PFC